یک زمره نفرانی هستند که همه وقت منتظر میمانند تا که یک شرایط خوب میرسد و آنها برای عملی کردن آرزوهایشان قدم بگذارند. فراموش نکنید این گونه اندیشه ها فریبی نظرند. شما هیچ کس را نه، شما خودتان را فریب میکنید. شرایط خوب هیچ وقت نخواهد رسید. این شما هستید که در زمان شرایط خوب را میآفرید. برای آغاز کار خود همین لحظه ضرور است تا اینکه شما فعالیت را آغاز نمایید. با آنچه آرزو دارید، با آنچه میخواهید عملی گردد، خودی حالا را از دست ندهید. یعنی آن شرایط خوب خودی همین حالا است که به اندیشه شما زد تا اینکه کاری را از سر بگیرید. هیچ وقت را از دست ندهید. فراموش نکنید هر روز غنیمت است، هر لحظه غنیمت است. به قدر وقت برسید عزیزان.